الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. حسن بصری رحمت الله علیه با شاگردان خود روز نشسته بود. گفت ای برادران، کوشش کنه که انسانیت باید گناه قصدن سر نزند. گفتن یا حسن دلیل در چی است؟ او وقتی که انسانی را که گناهش قصدن سر زد ممکن است که او را الله نبخشد. گفتن آیا استاد برای این گپ گفتگی دلیل داری؟ گفت البته. گفتن مقصد دلیل در کجاست؟ گفت که شیطان وقتی که دیده و دانسته ملائکه بود که 7 طبقه آسمان درس میداد، تعلیم میداد، الله او را گفت که مخلوق آفریدم که او آدم است، او را سجده نکرد. گفت او را تو از خاک خلق کردیم، مرا از آتش. آتش از خاک تا بهتر است. آتش سزاوار نیست که آدم را سجده کنه. مادامی که کبر کرد، تکبر که کرد، خداوند چی گفت؟ گفت ملعون هستی، مرجوم هستی، مردود هستی، از جنت بیرون شو. از جنت بیرونش کرد خداوند. به این خاطر کوشش کنه که گناه از انسانیت قصدن سر نزنه که غضب الله به سر انسانیت می آید. و حسن بصری در دوام صحبتش گفت که اگر انسانی که گناهش سهوا فوق‌العاده یکی سر زد ممکنه که الله او را بخشه. گفتن یا استاد دلیل در کجا هست؟ گفت که حضرت آدم علیه السلام خداوند گفت که از جنت گفت همه نعمت تناول که مگر این که به گندم نزدیک نشه یا دیگر میوگی. حضرت آدم فراموش کرد از این قول پروردگار، شیطان او را وسواس کرد، گندم تناول کرد. قیم ما هوا مادرمون حکم خدا را که پایمال که کرد، حضرت آدم قیم ما هوا مادرمون خداوند تبارک و تعالی از جنت بیرون کرد، در این دنیا اونها را گذاشت. گفت من بعد در اینجا چکا کنه؟ مهنت کنه، کوشش کنه و زندگیتونه پیش بره. بعدا حضرت آدم هر روز میگریست، شبانه روز میگریست به طاعت بندگی. فقط همین دعا را میکرد که الله متعالم چی زیبا این دعای حضرت آدم به ما تعلیم میده. ربنا ظلمنا، ای بارا خدایا ما به جانهای خود ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا، به نفسهای خود ما ظلم کردیم. و این لم تغفر لنا، ای بارا خدایا اگر ما را تو مغفرت نکنی لنکنن من الخاسرین، ما فرد روز قیامت از جمله زیانکاران می باشیم. به همین خاطر هر مسلمان با عقل با ایمان علل خصوص در این ماه رحمت، در این ماه مغفرت که روزاش چی روزای بهترین است، این دعا را هر روز کنه و از پروردگار خود برای گناههای کرده که چی در پنهانی کردیم چی در ظاهری کردیم الله همش میدونه. این دعای حضرت آدم کنیم که چی بهترین دعایی است که الله با ما و شما حکایت میکند. به این خاطر در هر کجا که باشه این تعلیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فراموش نکنه، این دعا را کنه و کوشش کنه که در زندگی تو گناه از شما قصدن سر نزنه بلکه سهوا سر بزند. از جمله از گناه چقدر انسانیت میتونه دوری بجویه، هموقع انسان بهتر میشه، هموقع انسان بهتر میشه. در دیگر آیه کریمه انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که بعد هر نماز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می دیدم که دستش می برداشت حضرت دعا میکرد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. ای بارا خدایا بر ما عطا که فی دنیا حسنه، در دنیا حسنه و نیکی، همه نیکی هایی که در دنیا نیکی هایی که هسته خدای بر ما عطا که. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه، و در آخرت هم حسنه و نیکی خدایا بر ما عطا که. و قنا عذاب النار، و از عذاب دوزخ خدایا ما را نجاته. این دهه آخر که نجات از عذاب دوزخ هسته موافق به این آیه کریمه، به این دعای مبارک الله متعال بیان میکنه. خداوند همه ما و شما را به توبه بر دوام و مخلصانه نصیب